خب یه چیزی رو میخواستم توضیح بدم، اینه که دیشب یکی از دوستای من مریضا ندیدم، دیشب یکی از دوستای من توی درمانگاهی که بودیم ظاهرا یه خانومی رو میبینن که یه خانم میان سالی بودن، میان داخل چند دقیقه صحبت نمیکنن توی درمانگاه و بعدش شروع میکنن گریه کردن. حالا که چند دقیقه منتظر میشه تا ایشون زر احساساتشون تخلیه بکنن، بعدش ازشون میپرسه که چی شده، میگن که ظاهرا یه دختر 22 ساله دارن که این دخترشون یه ذره مثلا حالا هوا تاریک بوده و دیر وقت بوده، میاد برگرده خونه، مسیر خونهشون هم اینطوریه که حالا من نمیدونم لوکیشن چطوریه، یه چند تا پله میخورده و حالا یه ذره خلوت طوری بوده و توی این مسیر یه نفر که اصلا مشخص نیست که کی بوده ظاهرا ایشون رو با چاقو تهدید میکنه و متاسفانه یه ریپ اتفاق میفته اینجا. این خانم اومده بودن چون که میگفتن که حالا یه شکایت شده بود که الان تری رفته بودن کار اینطوری رو کرده بودن و خانواده کاملا اورینته بودن خدا رو شکر در این زمینه، ولی ایشون خودشون اومده بودن واسه اینکه میگفتم من نمیتونم احساساتم رو جلوی دخترم نشون بدم و سعی میکنم که قوی باشم و هی قضیه رو تقریبا نرمال نشون بدم، نرمال که نه اصلا اینکه خودشون ناراحت بخوام خودشون ناراحت نشون بدن، حداقل در این زمینه مثلا دخترشون ناراحت نباشه و خیلی واقعا از نظر حال روحی به هم ریخته بودن. حالا میگم من خودم مریضا ندیدم، چیزی که دوستان برام تعریف کرده و در نهایت حالا کارهای لازم و حرفای لازم انجام شده و بهشون گفتن که خیلی مهمه که دخترتون هم حتما تشریف بیارن و اینا. حرفی که اون خانم زده، حالا دوست من بازگو کرد، برای من خیلی عجیب بود. گفته که نه دخترمو بیارم بیمارستان اعصاب و روان، یه جورایی انگار که مثلا مردم چی میگن، یه جورایی انگار که نه خودم بیام کافیه، یه جورایی انگار که ظاهرا تو ذهن خودشون شاید اتفاقی نیفتاده. بعدش هم میفهمم که حتی با اینکه میدونن چقدر برای خودشون سنگین بوده به عنوان مادر، چقدر میتونه برای اون دختر سنگین باشه. درسته که حالا در ظاهر ممکنه میگفته که دخترم خودشو خیلی قوی نشون میده، ولی اینجا یه اتفاق علاوه بر ریپ، یه اتفاق خیلی وحشتناک حالت خفتگیری و نصف شب چاقو گذاشتن رو گردن کسی افتاده و من اینطوریم که دیگه باید چی بشه که شما مثلا بخوای دخترتو بیاری اینجا، اصلا اینجا نه ببری مثلا یه مطب روانپزشک، با اینکه شما انقدر اورینته هستین، انقدر پشت دخترتون هستین که رفتین شکایت کردین، رفتین کلانتری، رفتین دادگاه، ولی حاضر نیستی بیاری یه ویزیت حالا روانپزشک و در نهایت حالا روانکاوی براش انجام بشه، روان درمانی براش انجام بشه. نه واقعا حاضر نیستی این کارو بکنی سر اینکه دختر جوونمو بیارم بیمارستان اعصاب و روان. خب چه فرقی میکنه؟ آدم جسمش بیمار باشه میره بیمارستان، حالا بیمارستانهای جنرال، روح و یه همچین ترومای سنگینی که هم جسمیه هم روحیه هم روانیه بهش خورده نیاد بیمارستان حداقل برای صحبت کردن راجبش. خیلی عجیب بود. خواستم بدونم که واقعا بقیه هم اینطوری فکر میکنن. به نظرم مهمترین کاری که تو میتونی بر دخترت بکنی اینه. حتی در این موقعیت دیدی که خودت مراجعه بکنی به خاطر اینکه حالت مناسبی نداری، ولی اینجوری ندیدی قضیه رو که دخترتو بیاری و حتی وقتی پیشنهاد میشه بهت اینطوری جواب میدی که نه دخترمو نمیارم بیمارستان اعصاب و روان. خیلی عجیب نیست به نظرتون؟ نمیدونم واقعا.